تاریکه ولی میبینی؟ نه تاریکه نه آره ولی روشن میشه با چیز. آره با چیز روشن میشه. خیلی زومه. خیلی تاریکه. از این بگی. تو هم داری فیلم میگیری؟ کیا بزرگرم بزن. الان خب اینا چیزه؟ این وقت خوبه. خب حرف بزنیم ببینم این فیلمه ها. ما الان حرف میزنیم. چه احساسی دارین 3 برادر؟ احساس خیلی خوبی داریم. اونا داره میاد. کو نیمده. فیلمه باید حرف بزنه. الان میام صبر کن. صبر کن. بیا ببین میجان چه موقع تاریکی رو میگیره. نه میگیره بگیره. بذار میگم میام بعدم میام. اونو از دست میدم. چی شده بچه ها؟ رفتش نشد بگم. صداش وحشتناکه بابا. تموم شد؟ تکون میده آدم ها. خب داشتین صحبت میکردیم. بیجان میگفت بیجان. بذار یه جهتی ببین تاریکه خیلی. از این جهتی باشه که آره. بیا اینجا بشین اختر تو. کجا؟ اینجا. آها از این ور خوبه. خب فیلمه بله بگیر ازش دیگه. ای خانوم برو بگیر ازش. فیلم ها فیلمه اوکی بفهم. NFC you gotta keep NFC in it. Depends which league is better. No. So I can either watch channel 2 or channel 5. الان داره رکورد میکنه؟ نه رکورد نمیکنه الان. فشار که میگیره. آره yes okay. Sometimes I get so angry watching the Giants game. شانس داشتیم که بعد از سالیان مناسبتی بود. نشد؟ اومده ای؟ آره داره میگه دیگه. مناسبتی عروسی جشن شادی The music is closer to the speaker. تموم نکن قطع نکن. نه کی میخواد به ادامه بده؟ بعدی خوشتون اومده. میدونم که دیگه نه اختر خیلی نگاه می‌کردن شروع خیلی خوبی خواهد بود واسه اینکه شاد و خوشحال در چند هفته آینده که با هم هستیم و برای عروسی روشنک دور هم هستیم و خیلی خوش بگذره و اتحاد و همبستگیمون قوی‌تر و مطمئن. You know those are like dynamite. پدر عروس زوم کن من پدر عروسم. نمیشه که کاری نمیکنه. برو نزدیک‌تر. من میخوام همه باشه. منم امیدوارم این موقعیت برو نزدیک‌تر. شرایطی که جدیدی که پیش اومده عروسی روشنک یه شرایطی به وجود بیاره که ما شروع بکنیم همه دور هم باشیم و همه خوشحالی دور هم دیگه باشیم. امین پیغام دیگه نداریم خواهرها
که این شب خیلی خاطرانگیزیه که همه خواهر و برادر و زن برادرها دور هم هستن و باعث خوشحالی و شادی منه و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. اوکی جای کتی ها معمولی بچه‌ها خالیه. بعضی هم بگو، بعضی بگو یه چیزی. بعضی بگو. همینجوری کتی. جای شما اینجا خالیه. منیجر یه چیزی بگو. جای کتی و محبود و بچه ها خالیه. خب دارم بیان که آره. بریم برنامه بعدی با حضور شما عزیزان. بچه ها برای آشتی کنیم. باریکلا. بعضی بگو. کیه؟ بعضی. عروس بزرگ. عروس بزرگ. عروس بزرگ. نه باید عروس بزرگ. عروس بزرگ. خواهر برادرها با هم خوب باشیم با خوبی. حالا یه چیزی بگو. حالا یه چیزی بگو. منم خوشحالم. من همیشه توی جو مثبت، جایی که شادی باشه، صداقت باشه، حسن نیت باشه و همه با همدیگه صمیمی باشن. ما خوشحالیم و خوشحالیم که هستیم توی این جمع و انشالله که این یک راهسازی خیلی خوبی باشه، یک صاف کردن جاده‌ای که ما شروع کردیم برای عروسی روشنک و اومدن کترینا که وارد یک جو خیلی آروم، صمیمیت، شادی و دور هم بودن فقط باشه. بابا هرچی میخواد میتونه بگه من اولین نوه بچه‌ای هست که داره ازدواج میکنه، شروعی باشه، یادگیری باشه برای ازدواج‌های بعدی بچه‌ها. نوه پسری ازدواج بکن، نوه دختری ازدواج کرده، نوه پسری، نوه پسری. بابا موقع عروسی نوه نوست چرا بال نکنه. آتم بیا اینجا. Great, right? زنی صاحبونه به تمام مهمونای امشب و مهمونای آینده که قراره بیان خوش آمدیم. خوش آمدیم. مرسی از حسنیت. حالا افسر. منم میخوام قبل از اینکه افسر بگه یه چیزی بگم. شما وقتتون تمومه. من میخوام بگم این جمع ما من میخوام بگم این جمع ما بدون جمع بیژن و اختر جمع کاملی نبود. منم میخوام به نوبه خودم بگم که منتظر همچین شبی بودم، خیلی هم احساساتی شدم، یعنی یه شب خیلی ایموشنالیه برای اینکه خیلی دوست خیلی دیگه ایموشنال شد. خیلی ایموشنال شد. That was a good one. What the hell was that? Yeah.
حاتم بیا خانواده بی‌ریا با خلوص نیت قشنگ دور هم جمع میشن و این همه ما رو سورپرایز کرد که امشب یه همچین همه ایموشنال هستیم برای اینکه این چیزی که تو قلبامون مونده منتها نمیدونستیم چجوری به هم برسیم. حالا که به هم رسیدیم خیلی خوشحالیم از اینکه با هم هستیم. من میگم که عضو علل بدل کمیته میگم که ایران میگفتن که چیز میشن impossible فراتر از خطر میشه possible میشن جورج بوش یه بار رفته بود روی چیز گفته بود که میشن accomplished بکنم چیز جمع خیلی خوبی خیلی خوشحالیم همینجا هستیم و در انتظاره که آدما و دوستان دیگه‌مون زون بکنن با ما هم دیگه باشیم. البته نقش افسر حاتم در سالیان سال تو این جریان همیشه مثبت بوده و ما به نوبه خودمون ازشون تشکر می‌کنیم. خیلی ممنون. حالا بای بای کنین با دوربین لطفاً.